مؤصدة في عمد ممدده. رای فرار از جهنم وجود ندارد. جهنمی فریاد میزنه برای یک چند لحظه ما را از جهنم بیرون کنید، یک شمال بیاید به اصطلاح، یک خلاصه باد بر سر ما بیاید، یک خنوکی ما بخوریم. سوخته شدیم در این عذاب پروردگار، در این جهنم خدا. همه چیز ما رب، قلب ما، تمام اعضای وجود ما در این عذاب پروردگار عالم سوزان شده. الله میگه نه، این جهنم خداوندیه، این جهنم مؤصده بسته شده. این جهنم فی عمد ممدده، در ستونهای بسیار بزرگ آتشی که خود پروردگار ساخته این جهنم بسته شده و رای فرار برای جهنمیان وجود ندارد. چنین آتشیه و چنین جهنمیه. سروران عزیز و بزرگوار، این روز مال به درد انسان نمیخورد. این روزی که تجارتی که بر علیه اسلام حرکت کرده، مال خود را به خاطر تخریب دین آورده، این مال به درد انسان نمیخورد. بلکه الله سبحانه و تعالی میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال، فرزند، دنیا، تجارت، ثروت، مقام، شهرت همه از بین می رود و یگانه کسی به حضور پروردگار کامیابه، سرفرازه، سر بلنده که با قلب سالم به حضور خدا آمده باشد. این روز قیامت خیلی خطرناک. سروران من و شما در این هوای گرم نمیتوانیم طاقت بیاریم. ای آفتاب سوزان ای به سر سقف من و شما به صحرای محشر قرار بگیره، چی حالت خواهد بود؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید صحرای محشر روز قیامت یا آفتاب پایین می آید. وقتی آفتاب پایین آمد، انسانهایی که غرق در دنیا بودن، محبت دنیا در دلشان وجود داشته و فریب دنیا خوردن، در عرقهای خود غرق می شوند و عرق می آید تا دهانشان، عرق می آید تا چشمایشان، غرق می کند. این روز قیامت. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر چقدر خطرناک برای انسانهایی که کافر شدن و محبت دنیا در دل خود جای دادن اشاره می فرماید ولی قبل از اجماعا همه الصلوات بلند. الله سبحانه و تعالی چی می فرماید در سوره الرحمن؟ انسان ریای بلرزه در میارد، انسان ریای مبارکه می لرزاند. ای آیه مبارکه انسانهایی که این دنیای 4 روزه را فریب خوردن، الله میگه یعرف المجرمون يعرف المجرمون بسیماهم. الله اکبر. خدایا ما را رسوا نگردان در این روز قیامت. یعرف المجرمون بسیماهم. الله سبحانه و تعالی می فرماید به صحرای محشر وقت بندگان مجرم، بندگان گناهکار، بندگانی که به عذاب پروردگار عالم گرفتار می شوند، هنگامی که از قبور بلند می شوند با چهره سیاه بلند می شوند، خدای جهان میگه آن انسانهای بدبخت و شقی از چهرهایشان شناخته می شوند. اینها جهنمیانند، اینها کسانی هستند که به عذاب خدا گرفتار می شوند. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. الله میگه ای فرشتگان من موی پیشانی و پاهایشان را بگیرید، کشان به جهنم ببرید. خیلی خطرناک سروران عزیز و بزرگوار. ای تاجری که با مال خود مغرور شدی، فیؤخذ بالنواصی والاقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. چرا نعمت ما را، ثروتی که برای تو دادیم تکذیب کردی؟ چرا فریب خوردی؟ چرا به دنبال دنیا رفتی؟ چرا فریب دنیای بی وفا و 4 روزه را خوردی؟ بعد الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. این جهنمی که کفار میگفتن جهنمی وجود نداره، این جهنمی که کفار میگفتن جهنمی وجود نداره. هذه جهنم،
این عذاب پروردگار عالم هست، این آتش خداوندیه. هذه جهنم، این جهنم خدای تبارک و تعالی است، جهنمی که کفار، انسانهای متکبر و مستکبر مغرور بودن به دنیا، همی گفتن جهنمی نمی آید. این جهنم را ببین. بعد الله سبحانه و تعالی می فرماید یطوفون بینها و بین حمیم آن، آب جوشر می آرند در این انسان جهنمی، میدن فقطع امعاءهم، رودهایشان تکه تکه می شود. این عذاب سخت پروردگاری عالم هست. سروران عزیز و بزرگوار، در اخیر این آیه الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. چرا فریب خوردی؟ چرا قدر ثروت که دادیم برای تو ندانستی؟ چرا قدر دارایی ندانستی؟ چرا قدر این مال دنیای خدا ندانستی؟ امروز عذاب پروردگار عالم و سراغ تو می آید، هیچ راه گریزی از این جهنم نداری. اینها برای چی کسانی عذاب پروردگار عالم؟ برای کسانی که فریب دنیا و فریب مال و فریب خلاصه این دنیای 4 روزه را خوردن. اجماعاً تکبیر کفر شکن.